خب دوستان عزیز، یک بحث جالبی هستش درباره رسوایی در میان سالی و کهنسال. جملات قشنگه هست، احادیث زیبایی هست. من یه دونشو یادمه که خیلی جالبه. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان که من لم یهذب نفسه، کسی که واقعا با جدیت قبل از مثلا 40 سالگی 50 سالگی اقدام به خودسازی نکنه، منتظر یک رسوایی باشه. فضحه سوء العاده. ببینید چقدر قشنگه. کسی که خودش را به درستی نسازد و هی بگه که ببینید از یک کتاب یه قشنگی هم هست به نام از شنبه. هی میگه از شنبه ساعت 8 صبح شروع، از شنبه. این ما رو فریب. اگه زود نجنبیم اوضاع بیریخ میشه. این گل هم هدیه به شما، به امید بحث های آینده. موفق باشید. اینم موفق باشید.